بانک مرکزی ما میگه 40% ارزش پول ملی ما نسبت به 1 سال پیش در همین روز افزایش پیدا کرده. ای خدا، ما چه گیری کردیم وسط شما؟ شرایط تورمی ما ماه به ماه کاهش داره پیدا میکنه نسبت به ماه‌های قبل. تورم 1 ماه گذشته ما در ماه شهریور 0.5% بوده. ببخشید من متوجه نمیشم چی؟ 0.5% بوده. What؟ 0.5% بوده. حرف مفت نزن. اصلا من میخوام بفهمم که توی شمپت تو دکتری اصلا؟ تو دکتری؟ چرمه؟ ما شرایط اقتصادی ما از 1 سال پیش، ثبات اقتصادی ما از 1 سال پیش، روحیه مردم ما از 1 سال پیش به مراتب بهتره. تو خیلی مسخره ای، خیلی با تو دلقش.